سلام دوستای من، امیدوارم که عالی باشین. یه مدت خیلی طولانی از من درخواست تمپلیت ترید داشتین. خب من نسخه رایگانش رو براتون درست کردم و تو این ویدیو قراره بخش‌های مختلف این پلنر رو بهتون نشون بدم و بهتون یاد بدم که چطوری ازش استفاده بکنین. خیلی استفاده ازش راحته. گول ظاهر ساده‌ش رو نخورین چون خیلی کمکتون میکنه که بتونین توی تریداتون سوده بشین. حالا فرق نمیکنه داخل فارکس دارین فعالیت میکنین، داخل بازار کریپتو دارین فعالیت میکنین، به هر شکلی که دوست داشته باشین میتونین کاملا شخصی سازی بکنین. من بخشای مختلف این پلنر رو بهتون توضیح میدم و بعدش میرم سراغ مثالای عملی که بهتون نشون بدم چطوری بهترین استفاده رو بکنین، یه جوری تبدیلش بکنه به یه منتور خوب. خب استفاده از سیو مسیج های تلگرام واقعا خوبه، ولی خب دسته‌بندی خاصی انجام نمیده واسه شما به عنوان چیزی که کمکتون بکنه بتونید توی مسیر سود شدن قدم بردارین. یا اکسل هم اونقدری جذابیت نداره که مثلا رغبت بکنه بخواد ازش استفاده بکنه. برای همین من این پلنر رو طراحی کردم، کاملا رایگانه. ولی اگر از این پلنر استفاده کردین و دیدین که خیلی خوبه ولی همه نیازهای شما به عنوان تریدر رو واسه سود شدن پوشش نمیده، میتونید از نسخه پرو استفاده بکنین، نسخه پرو و ترید لایف که هر کدوم از اینا ویژگی خاص خودشون دارن که میتونه به شما کمک کنه در این مسیر بهتر قدم بردارین. خب گزارشایی که میشه از اونها گرفت خیلی کامل‌تر از چیزیه که اینجا میتونین ببینین و ویدیو رو دارین برای آموزش میبینین. اون دوتا هم لانچ شدن. زمانی که لانچ بشن من لینک معرفی هر کدوم از اونها رو هم این پایین براتون میذارم. اگر هم دیدین نیستن میتونین داخل اینستاگرام و تلگرام من پیام بدین که من نسخه های پیشرفته براتون بفرستم و اگر دوست داشتین ثبت سفارش بکنیم. خب بدون فوت وقت همه قسمت های مختلف این پلنر رو با هم ببینیم. خب توی این قسمت من یه دونه عکس جالب براتون گذاشتم. در پایین تر شما میتونید تقویم اقتصادی رو ببینین. یکم پایین تر اگر هیچ کدوم براتون لود نمیشه فقط کافیه روش ضربه بزنید. لات سایز رو براتون در واقع گذاشتم چون خودم زمانی که اوایلی بود که داشتم ترید میکردم خیلی با این موضوع مشکل داشتم که خب الان من لاتش رو چطوری حساب بکنم، چطوریه که هی تو ماشین حساب میزدم، ولی خب وقتی اینو پیدا کردم خیلی کارم آسان تر شد. این قسمت هم یه ویدجت از در واقع تریدینگ ویو هستش که شما میتونید انتخاب بکنین سیمبولی که داریم به عنوان ویدجت آورده شده که هم بتونین در واقع فارکس رو ببینین، هم در واقع رمز ارزها رو ببینین، هم جفت ارزها رو ببینین، هم هر چیزی که توی تریدینگ ویو وجود داره داخل این قسمت ببینین. حالا اصل کار ما میاد توی این قسمت. شما تمام ترید هاتون رو، چه اونایی که توی بک تست هستن و چه اونایی که ترید واقعی هستن، و شما میتونید توی این دیتابیس که مدل های مختلف فراخوانی شدن ببینید. خب این کل دیتابیس شماست. من برم توی این قسمت که کل دیتابیس اصلیه بهتون نشون بدم. توی این دیتابیس شما میتونید شماره ترید رو وارد کنین، تاریخ رو وارد بکنین، پیرش رو وارد بکنین. این چند تا مثال اینجا براتون گذاشته شد، درسته؟ اما اگه دیدین هیچ کدوم از این ها داخل، هیچ کدوم از اونایی که شما ترید میکنین داخل این قسمت قرار نداره، به راحتی میتونین تایپ بکنین، اصلا فرق نمیکنه. که میتونین BTC مثلا اینجا بزنین و به عنوان مثال بیت کوین هم اگر دارین معامله میکنین اینجا وجود داشته باشه. سشن رو میتونین وارد بکنین، اینکه لانگ یا شورت گرفتین رو میتونین وارد بکنین، چقدر پروفیت گرفتین رو میتونین وارد بکنین، آیا در واقع قوانینتون پیروی کردین یا نه رو میتونین اینجا تیکشو بزنین و تیکشو بردارین. تایمی که شما معامله کردین رو میتونین وارد بکنین، معمولا تو حدوداً چه تایمی بوده. اگر اینجا مناسب نبود هم میتونین روی همین گزینه بزنین اینکلود تایم رو بزنین و حتی اند تایم هم بزنین که براتون تاریخ رو بیاره و ساعت رو شما مشخص کنین، مثلا از ساعت 11:30 تا 12:30 این مثلا ترید باز بوده. به این شکل هم میتونین این کار رو انجام بدین. حالا مدل چیه؟ همون استراتژی که شما تعیین میکنین احتمالاً یه مدل خاصی داره. اگر میدونین مدل استراتژیتون چیه، یک یا دو مدل دارین، میتونین اسم مدل استراتژی بزنین. اگر نه میتونین کامل اسم اینو عوض کنین و در واقع کانفلوئنس رو وارد بکنین که بر چه اساسی وارد این ترید شدین، این پوزیشن رو باز کردین. کامنت همون چیزیه که خب اگر زود وارد شدین، دیر خارج شدین و غیره رو میتونین وارد کنین. اکانت ها میتونن اکانت 1 2 3 رو اضافه بکنین این قسمت و بک تست. حالا یا میتونه بک تست باشه یا میتونه اکانت های مختلف باشه. ریتینگ چیه؟ خب شما اگر در نظر گرفته باشین که یه دونه ریوارد گرفتین، دو تا ریوارد گرفتین، سه تا ریوارد گرفتین، هر تعداد ریواردی که گرفتین اینجا میتونین وارد بکنین. به عنوان مثال 10 تا ریوارد من بزنم، میبینین پر میشه، نسبت به 5 داره میسنجه. اما شما باز هم اینو میتونین تغییر بدین. من این روی این بزنم، این داره میگه من نسبت به 5 میسنجم.
میتونه نسبت به 3 باشه، میتونه نسبت به 2 باشه. هر مدلی که شما دوست دارین، هر مدلی که استراتژی شما کار میکنه میتونین ازش استفاده بکنین. اینجا وین ریتتون رو بهتون نشون میده 50% و اینجا هم در واقع اوریج آر به آری که گرفتین رو براتون میاره. اینجا به صورت اتومات خب زمانی که مشخص کرده باشین تاریخ رو اینجا هم براتون میاره که اکتبر سال 2025 و چه روزی بوده. وضعیتش این که چطوری بسته شده این معامله، آیا بازه، آیا بسته شده و غیره. خب این همه ویژگی هایی بود که شما داخل یه ترید میتونین لحاظ بکنین. اگه من اوپن رو بزنم این پایین میتونم اطلاعات دیگه ای رو هم وارد بکنم. به علاوه پیشنهاد میکنم که حتما عکس که میگیرین اسکریناشو اینجا هم وارد بکنین، چون شما نه تنها ویژگی های خاصی که در واقع داخل این ترید اتفاق افتاده رو دارین، بلکه وضعیت روحیتون و اسکرین ها رو هم دارین. در واقع خیلی سیستم جامع‌تر و کاملتری واسه بررسی خودتون نسبت به حالا سیو مسیج های تلگرام یا اکسل دارین. بعد از اون چیزی که وجود داره، ما میتونیم ترید های امروز، این هفته، البته این هفته من ترجیح میدم که حالت کلندر ویو باشه، همینجا براتون درستش میکنم که ببینین این حالت کلندر ویو رو اگر به حالت ماست تبدیلش کنم به ویک و بگم که ویکند ها رو بهم نشون نده، به این شکل شما میتونید ببینید که تو این هفته چند تا ترید داشتین توی این ماه و گالری ویو. خب من داخل صفحه اصلی هم دوباره همین رو براتون فراخوانی کردم. چه کارهایی میتونین انجام بدین؟ خب یه وقتایی هست که میگین که من واسه اینکه خودم بتونم بهتر خودم آنالیز بکنم، دوستم ببینم که من در سشن مثلا لندن چند تا معامله انجام دادم، من توی رمز ارزها چه مدلی رفتار میکنم، چطوری میتونم خودم بررسی کنم، من توی مثلا جفت ارز یورو یو اس دی چه مدلی میتونم استراتژیمو بهتر کنم، اصلا زمانی که مثلا توی این سشن هستم، توی این ساعت هستم، با این جفت ارز دارم معامله میکنم، آیا اصلا سودی میکنم توش یا همش دارم ضرر میدم یا مثلا بریک ایون میشم. خب حالا برای اینکه خودمون رو بهتر بتونیم آنالیز بکنیم میتونیم از فیلتر کردن استفاده بکنیم. یه ویژگی خیلی جالب دیگه من اضافه کردم اینجا، میخوام بهتون نشون بدم قبل از اینکه وارد بشم. زمانی که شما ترید میکنین، اگر مثلا سود کرده باشی اینجا رنگ سبز بهتون نشون میده، اگه ضرر کرده باشین به رنگ قرمز در میاد. این چه مدلیه؟ اگر برای شما نمایش داده نشد از کاندیشنال کالر ها من استفاده کردم. این رو ببینین و از روی همین بسازین و احتمال خیلی قوی نوشن توی آپدیت جدیدش روی هر دیوایسی این رو فعال کرده، ولی اگر ندیدین روی کاندیشنال کالر ها و به این شکل تغییرش بدین. خب من میخوام برم توی تمام ترید ها الان میخوام بهش بگم ببین بیا برای من گروپ بکن، دسته‌بندی بکن ترید هایی رو که بر اساس جفت ارزهای مختلف هستن. به عنوان مثال پرکو، بر اساس این برای من پر کن. ببین من BTC که دارم معامله میکنم چند تا معامله دارم و وضعیت درآمدی که داشتم ازش چقدره، آیا در واقع حواسم به قوانینم بوده یا نبوده، اوریجم چقدر بوده و چقدر بردم، این رو نشون میده. حالا دوباره توی یورو یو اس دی چطور چه اتفاقی افتاده، به این شکل بوده. حالا توی نزدک چجوری بوده، این شکل بوده. پس من اومدم گروپ بندی کردم که به من نشون بده که بر اساس جفت ارزها و کلا هر چیزی که معامله میکنم چطوری دارم عمل میکنم. حالا یه موقع هست من میگم که اوکی من گروپ بندی کردم، ولی من خیلی بیشتر از این حرفا نیاز دارم که فیلتر بشه که ببینم که چه چیزایی چه مدلی رفتار کردم. مثلا توی سشن لندن ارز یورو یو اس دی توی فلان ماها مثلا چه مدلی عمل کردم. خب کاری نداره، این سه تا گزینه، این در واقع سه تا خطی که اینجا هست شما میبینین روش نوشته فیلتر، روش کلیک میکنم میگم ببین توی تاریخ مثلا به عنوان مثال توی ماه گذشته، 1 ماه گذشته یا مثلا 3 ماه گذشته، بیا برای من بررسی کن که من چه ترید کردم. علاوه بر این بیا بگو که در 3 ماه گذشته من چه معامله های روی یورو یو اس دی داشتم. این تمام معاملات من، حالا برای شما قطعا خیلی بیشتر، اینا به عنوان نمونه هستن که من مثال بزنم براتون. بیا به من بگو که توی 3 ماه گذشته من توی جفت ارز یورو یو اس دی چقدر معامله داشتم
و مثلا 3 تا اینجا داشتم، چقدر سود کردم، آیا در واقع قوانینم رعایت کردم، تو چه ساعتهایی بودم و از چه استراتژی استفاده کردم و تمام این گزینه‌ها. حالا باز هم میتونم فیلتر بکنم، مثلا بک تست نباشه، واقعا اکانت واقعیمو بهم بگو. به این شکل میتونه بهتون نشون بده. علاوه بر این که حالا بک تست نباشه، جفت ارز یورو یو اس دی باشه و در 3 ماه گذشته باشه، بیا بهم بگو من توی سشن لندن چند تا معامله کردم. به این شکل شما هر تعداد که دوست داشته باشین میتونین فیلتر بکنین و بر اساس اون بسنجین که توی هر سشن، توی هر ماه، توی هر 3 ماه، توی هر 6 ماه، اصلا هر مدلی که خودتون دوست دارین چه مدلی معامله کردین و چطوری میتونین این رو بهتر بکنین. حالا جدای از بخش تمام ترید ها، من بخش بک تست رو از این قسمت جدا کردم. این کل بک تست شما هستش. زمانی که بک تست میگیری میتونید از این قسمت استفاده کنید. فیلتر شده که فقط اکانت بک تست رو به شما نشون بده. پس با خیال راحت هر در واقع معامله‌ای که کردین رو میتونید اینجا وارد بکنین. بیشترین چیزی که شما احتیاج دارین توی استفاده از این پلن استفاده از فیلتر هاست که بهتون نشون میده که توی هر در واقع ماه، توی هر سشن چه مدلی رفتار کردیم. امیدوارم که براتون مفید باشه. این یه پلنر خیلی خیلی ساده ژورنال ترید هستش، ولی میگم تمپلت پرو تمام بخشا رو به صورت جزء به جزء سشن ها رو بررسی میکنه، گزارش فعالیت میده، اکانت حسابتون، رشد اکانتتون رو بهتون نشون میده و خیلی ویژگی های دیگه هم داره که پیشنهاد میکنم اگر ویدیوش این گذاشته نشده، یعنی خیلی خیلی تازه است که لانچ شده و میتونید با سر زدن به اینستاگرام و تلگرام ما که باز هم لینک اونا داخل این ویدیو گذاشته شده ببینین که چه ویژگی‌هایی داره و اگر دوست داشتین تهیه بکنین. امیدوارم که این پلنر براتون مفید باشه. خوشحال میشم که نظرتون رو این پایین بر من بنویسین. به نظرتون چه چیزایی کم داره، چه چیزایی اضافه است و چطوری میتونه این پلنر بهتر بشه.